سلام عرض ادب و احترام به عزیزای دلم، به دوستای خوبم. من حمید هستم و نام این مجموعه‌ای که در کنار هم میخوایم تجربه های خوبی رو مرور کنیم و در زندگیمون به کار بگیریم این نفسه. در مجموعه این نفس تجربه های بزرگانی رو که در مسیر خودشناسی و رشد و توسعه فردی سالها تلاش کردن رو با هم مرور میکنیم. مطالب رو که خوندم، تحقیق کردم و سعی کردم اونها رو در زندگی خودم به کار بگیرم باهاتون به اشتراک میذارم. در این مجموعه با هم با مدیتیشن، مراقبه، مسیر رشد و توسعه فردی و خودشناسی و با تعاریفش بیشتر آشنا میشیم و در کنار هم اونها رو به طور روزانه در زندگیمون پیاده میکنیم. رهایی، تغییر، دگرگونی، سکون و سکوت رو تجربه میکنیم و با حالی خوب لحظه های زیبای زندگی رو در کنار هم تجربه میکنیم. با هم شروع میکنیم اثر دکتر جو دیسپنزا به نام ماورای طبیعی شدن. چکیده‌ای از این کتاب و آموزه های عملی و آموزشیش رو با هم مرور میکنیم و این نوید رو میدم که اگر آموزه های این اثر ماندگار رو در زندگیمون پیاده کنیم، معجزه و دگرگونی بی‌نظیر و بی‌مانندی رو تجربه میکنیم که از جنس آرامش و شهوده، از جنس سکون و سکوته و به معنای واقعی فراوانی و برکت و عشق و به معنای ماورای طبیعی شدن رو در زندگی خودمون با بکارگیری این آموزه ها جاری میکنیم. در این لحظه میخوام ازت خواهش کنم در هر فضایی که هستی و در هر کاری که مشغولی فقط چند ثانیه این فرصت رو برای خودت ایجاد کن. با دعوت خودت به آرامش چشماتو ببند، یک نفس عمیق دم، 2 3 4 بازدم و با هم شروع میکنیم یک تجربه زیبا و اثر ماندگار دکتر جو دیسپنزا به نام ماورای طبیعی شدن رو. در هر جلسه حدوداً 10 دقیقه مطالب و آموزه های کاربردی رو با هم مرور میکنیم و قرار روزانه برای رشد و توسعه فردی، خودشناسی و روشن ضمیری خودمون 10 دقیقه در طول روز برای خودمون وقت بذاریم و این کار رو انجام بدیم و بتونیم دگرگونی و تغییر رو در مسیر زندگی خودمون ایجاد کنیم. ماورای طبیعی شدن، اثر دکتر جو دیسپنزا. ما چیزی نیستیم که در گذشته به ما گفتند و حتی فراتر از آن چیزی هستیم که خود را مجاز به تصورش داشته ایم. چگونه افراد معمولی کارهای غیر معمول را انجام می دهند؟ دیسپنزا پزشک، دانشمند و عارف امروزی است. او همچنین ترکیبگر اطلاعات است و آرمانی دارد که از چارچوب‌های علمی فراتر می رود. او با استفاده از حوزه‌های متنوع علمی مانند اپیژنتیک، بیولوژی مولکولی، نوروکاردیوگرافی و فیزیک کوانتومی مرزهای سنتی را که بین اندیشه علمی و تجربه بشری فاصله افکنده اند در می نوردد. او از این طریق در را به روی پارادایم جدیدی از قدرت خودجوش باز می کند. راهی برای فکر کردن و زیستن بر اساس آن چیزی که می کنیم در زندگیمان امکان دارد.
و نیز بر اساس آن چیزی که به مثابه واقعیت علمی قبول داریم. این آموزه ها برای هر قشری بشارت هایی دارد، از خانه‌دار گرفته تا دانشجو، از کارگر ماهر گرفته تا دانشمند، مهندس و متخصص حوزه سلامت. کتابی که با هم مرور می‌کنیم، ماورای طبیعی شدن، اولین کتاب در نوع خود است که می‌تواند این کار را برای ما انجام دهد. این کتاب گام به گام ما را در مسیر دستیابی به بزرگترین بالقوگی‌های بدن، سلامتی، روان و هدف زندگی پیش برده و به ما اجازه می‌دهد که این مسیر را خود طی کنیم. کلید آموزه‌های یک استاد یوگا این است: وقتی چیزی را که زمانی ناممکن می‌پنداشتیم شخصاً تجربه کرده و یا در دیگری مشاهده می‌کنیم، از چنگ باورهایمان رها شد و می‌توانیم در زندگی خود بر این محدودیت‌ها غلبه کنیم. دقیقاً به همین دلیل است که کتاب حاضر توانایی تغییر زندگی ما را دارد. اگر بتوانید رؤیای آینده خود را به مثابه واقعیت کنونیتان قبول کنید و این کار را طوری انجام دهید که بدن متقاعد شود این رؤیا همین حالا در حال وقوع است، پی خواهید برد که چگونه باید آن آبشارهای عاطفی و فرایندهای فیزیولوژیکی را فعال کنید که بازتاب واقعیت جدیدتان هستند. نورون‌های درون مغز ما، نورون‌های حسی درون قلبتان و وضعیت شیمیایی بدن همه با هم هماهنگ می‌شوند تا اندیشه‌های جدیدتان را بازتاب دهند. امکان‌های کوانتومی زندگی طوری سر و سامان می‌یابد که شرایط جدیدی را به جای شرایط نامطلوب گذشته که آنها را به مثابه زمان حال پذیرفته اید بنشاند و قدرت این کتاب در همین است. جو دیسپنزا با سبکی ساده، سلیس و قابل فهم کشفیات تحول آفرین علم کوانتومی و آموزه‌های عمیق گذشته را که عرفا عمر خود را وقف تسلط بر آن می‌کردند در این کتاب گرد هم آورده است. او در این کتاب به ما نشان می‌دهد که چطور ماوراء طبیعی شویم. جو دیسپنزا میگوید این کتاب را نوشتم تا آن چیزی را که قابل فهم کنم که همیشه از نظرم ممکن بوده است. خواهیم به دنیا نشان دهیم که می توانیم زندگی بهتری برای خود ایجاد کنیم. ما موجوداتی خطی نیستیم که زندگی خطی داشته باشیم، بلکه موجوداتی چند بعدی هستیم و نیز زندگی چند بعدی داریم. امید است با خواندن این کتاب به شما کمک کنم متوجه شوید که تمام امکانات آناتومی، شیمیایی و فیزیولوژیکی مورد نیاز را در اختیار دارید و می توانید به آن موجود ماوراء طبیعی تبدیل شوید که در درونتان نهفته است و منتظر است بیدارش کنید. در تحقیقات ثابت شده است که تغییرات فوق‌العاده‌ای در تغییرپذیری ضربان قلب HRV وجود دارد. به این طریق می‌دانیم که فرد چه زمانی قلب خود را گشوده و احساسات والایی مانند شکرگزاری، رغبت، شادی، مهربانی، ستایش و شفقت را در خود ایجاد کرده است. این احساسات باعث می شود ضربان قلب حالت منسجمی پیدا کند و آهنگ، نظم و توازن در آن ایجاد شود. می‌دانیم که تغییر وضعیت بیولوژی شما از زیستن در گذشته به زیستن در آینده مستلزم عزم روشن مغز منسجم و احساس والای قلب منسجم است. همچنین به نظر می‌رسد که ترکیب ذهن و بدن، افکار و احساسات می‌تواند بر ماده تأثیر بگذارد و این گونه است که می‌توانید این واقعیت را ایجاد کنید.
پس اگر قرار است واقعاً به آینده ای ایمان بیاورید که دارید از صمیم قلب آن را تصور می کنید، بگذارید کاری کنیم که قلب کاملاً باز و فعال باشد. چرا با استفاده از تمرین کاری نکنیم که این مقوله برایمان به نوعی مهارت تبدیل شود؟ جلسه بعدی که به کارگیری آن مهارت‌ها را با هم مرور می‌کنیم، بدرود.